وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که به ضد یک مرد 40 ساله ساکن شهر کانی بادام بر اساس قسم یکم ماده 110 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی پرونده جنایتی گشودند. این ساکن کانی بادام به آن ابدار می شود که صبح 22 ایون ساعت 9:30 در نزد مکتب میانه رقم 1 با مرد 61 ساله ساکن کانی بادام که گرفتاری بیماری روحی بوده است به یگان اساس جنگ و جنجال کرده او را با مشت و لغت لطکوب کرده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته است. به اوباش اکنون از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. نابالغ 16 ساله ساکن جماعت چهارتپه نویه رودکی به آن گمان بر شود که شب 18 ایون تخمینه ساعت 21:00 در کوچه گپرزیم پایتخت با روی زورآوری از دست مرد 54 ساله ساکن جماعت جمتپه نویه رودکی تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A9 را کشیده گرفته به صاحب تلفن 1920 سامانی ضرر رسانیده است. این نابالغ اکنون به غارتگری متهم می شود.